چند امروز اومدیم با ویدیو دیگه سر شما رو جمع کنیم. امروز اومدیم با بلاک دایمندی، بلاک امرالد و بلاک گلدن ببینیم کدومشون دوام بیشتری میاره مقابل TNT. بزن بریم، لیتس گو. خب اول بلاک دایمندی رو میزنیم. خوب بود، کلا 9 تا بلاک از بین رفت. بریم سراغ امرالد. این هم فقط 9 تا بلاک از بین رفت و بریم سراغ گلدن یا همون طلا. این هم فقط 9 تا بلاک از بین رفت. اوه اینجا یه داشت برام گذاشتن نمیشه، حساب کن. خب بچه حساب کنید تا ویدیو بعدی. خدافظ.